پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر دعایی که بخواهید برای دنیاتون، برای آخرتتون، برای دوستتون، برای فرزندتون، برای موفقیت در تجارتتون، برای موفقیت در عبادتتون، در همه کارهاتون، برای تخلص از چیزهایی که ناامنی برای شما ایجاد کرده، برای رهایی از دشمنتون، هر دعایی که بخواهید، چه در دنیا چه در آخرت، چه برای مادیات چه برای معنویت، خداوند اجابت میکنه. ادعونی استجب لکم. به همین منظور حضرت عمر رضی الله عنه میگفت بارالله، من غم و هم اجابت دعا رو ندارم، من فقط غم و هم دعا کردن دارم. اگر به من توفیق دعا کردن بدید، یقین دارم که اجابت همراهشه. من دردم اینه که نمیتونم دعا بکنم. حضرت عمر داره میگه اگر خدایا به من دعا الهام کردید، اجابت همراهشه.